به همه بازیگرای صدا و سیما میتونم فوش بدم. چرا؟ به غیر از رضا عطاران، چون رضا عطاران تو فیلمش اسم من آورده و منو دعوت کرده. چرا بقیه‌شو نکردن؟ اگه میکردن شاید شرایط من تو ایران درست میشد، چون میدونستم من بیام در تخته است، چون میدونستم من بیام دیگه سوپر استار محمد رضا گلزار نیست. نمیدونم بودین یا نه، تطلو اومد تعطیل شد اینجا، یه رو موند رفت اصلا دیگه هیچ. من نگاه میکردم کسی دور بر من میاد، دیدم خبر نیست، همه ریختن دور آقای تطلو و چقدر محبوبیت و چقدر دوستش دارن و